أينما كنا أينما همان روزه که روزه ماه رمضانه که انسان اگر کدام وقت مورد بخشش قرار داده می شود. مثلا یک شخص روزه می گیرد، شاید که همون حدیثی که وارد شده است به همون حدیث به صورتش شامل نشود. پیامبر میگویند که ایمانا و احتسابا، اگر ایمانا و احتسابا باشد گناه های او مورد بخشش قرار داده می شود. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ببینید ما حدیث خوب درک بکنیم. یک شخص برای خاطر اینکه او را مردم نگویند که روزه نمیگیرد، روزه میگیرد، به او ثواب نمیگیرد. دوم اینکه میگوید که این فرض است، من روزه میگیرم، اما و احتسابش نیست. او گناهاش بخشیده نمی شود، گناهایی که سابقه کرده است. اول اینکه ایمان داشته باشد، ایمان میگویم که این فرض الله میگوید روزه میگیرد. دومش و احتسابا، یعنی اجر و پاداش را از الله انتظار می شود، او مورد بخشش قرار می گیرد. برای همین نه فقط ماه رمضان، باید ما همه کاری که انجام می دهیم میگویم که الله این را بر من فرمان داده است، اطاعت میکنیم، سپس انتظار میشویم، اجر پاداش را از الله انتظار میشیم، نه اینکه از بنده. برای همین این برای چی در روزه ذکر شده است؟ زیرا این در این فضیلتش بیشتر است. برای همین در این الله پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر کردند. و اینچنین پیامبر وقتی که یک شخص مصیبت میرسد، پیامبر گفتند که واصبر واحتسب، صبر بکن بر این مصیبتی که الله بر تو داده است، و اینچنین اجر پاداش مصیبتی که تو دیدی از الله انتظار باش. بنابراین ماهی که می آید، ما ماه رمضان رو همچنین بگیم که بر ما الله فرض گردانده است، سپس اجر و پاداش رو از الله انتظار باشیم. این حدیثی که گفتیم در بخاری مسلم می باشد.